ببینید بعد از اینکه ما بستر کاشت رو نصب کردیم نوبت به اجرای سیستم آبیاریمونه. ما به ارتفاع هر 4 متر هر کدوم از این پانل‌ها 1 متر مربع هستن. ارتفاعشون 1 متره. این 1 متر، اینجا 2 پانل داریم، این 2 متر، 2 تا دیگه هم بیاد بالا سر این میشه 4 متر. ما ارتفاع هر 4 متر یه لاین آبیاری بیشتر نمیخوایم. یعنی این فرقی که با سیستم‌های گلدونی یا سیستم‌های قدیمی و سنتی داره اینه که تو سیستم‌های دیگه لاین سیستم لوله کشی آبیاری داشتن، آبیاری قطره‌ای. این خوبیش اینه که ما یه دونه لاین سرتاسری داریم، اونم با لوله پلی اتیلن 16 هستش که به فاصله هر 20 سانت یه دریپر قابل تنظیم نصب میشه که 8 لیتر هم میزان آبدهیش هستش. ببینید خیلی راحت این دریپرها نصب میشه، هر 20 سانت ته کارم ته بنده. حالا اینو جا میزنن داخل، تو فیلم میبینین، و سر خط لوله رو وصل میکنن به انشعاب اصلی آبیاریمون که کنترلر و شیر برقی و پمپ کودمون همه به اینها وصل شده. تو سیستم‌های کوچیک‌تر به جایی که بیاد به شیر برقی و کنترلر و پمپ آب و پمپ کود و مخزن کود نصب بشه، میاد به یه کنترلر ساده، اگه نیاز شد یه مخزن کود ساده به این دوتا نصب میشه، یا نه فقط به یه کنترلر نصب میشه که در اصل انتهای این خط که لوله آبیاریمونه سر خط اینجا میشه، این وصل میشه و شروع میکنه. حالا تایمش رو تنظیم میکنیم، روزی 1 بار 2 بار 3 بار آبیاری کردن. تو بعضی از پنل هم اصلا اینو ما اجرا کردیم، شما فقط کافیه که با 2 تا تبدیل اینا رو به هم وصل کنید. ببین حتی با ته بندش این جاش تعبیه شده، نه پیچ کردن میخواد نه سوراخکاری اضافه میخواد که آب بندی به هم بخوره. جهت دریپران بایستی که کلش رو به پایین باشه، بکنم اون سرش گیر کرده. میزنین راحت، خیلی راحت میره داخل. الان این 2 متر طول لولمونه، 1 متر برای اینه، 1 متر برای این یکی. این الان انتهای کارمون میاد اینجا در میاد. این لوله اومده پایین رو جابجاش کنین که انتهای کارمون مشخص بشه. این ابتدای خط لولمونه و یک لاین آبیاری بیشتر نیاز نداریم. این همزمان آبیاری و تغذیه رو با هم انجام میشه. اون میشه ته کارمون تموم. میبینید اصلا نه جایی پیچ کردیم نه پرچین، خیلی ساده. حالا ما اومدیم یه انشعاب از این شیر برقیمون گرفتیم، این انشعاب رو وصل میکنیم و شیر برقی رو تنظیم میکنیم با تایمرمون، شروع میکنه آبیاری کردن. یک پارچه و یه دست گیاها آبیاری میشن. بریم اینجا ببینین، اینجا سیستم آبیاریمون لاین، یعنی هر حالا یه ردیف یا 2 ردیف گلدون یه لاین آبیاری داره. حالا اینجا هم هستش، این پایین هست، ردیف بعدی ردیف پایین. این هستش فرقشون اینه که اون چون یک پارچه داره آبیاری میشه، همه گیاها یه دست آبیاری و تغذیه میشن. ولی تو این سیستم ممکنه چون لاین داریم یهو این وسط بگیره، که قطعا میگیره، چون یه تیکه و یه دست نیست. یهو میبینین شما مثلا رو دیوارهای بزرگ اون وسط یه لکه خشک شده، یه گوشه خشک شده، هی خشک دارین یه جایی، گیاه نگرفته به خاطر اینکه آب خوب بهش نرسیده و خشک شده. در نتیجه اینکه این مزیت حساب نمیشه. اون مزیت سیستم آبیاری یک پارچه مزیت نسبت به ایناست که نگهداری رو، هزینهش رو هم میاره پایین و مرغوم به صرفه میکنه و برای مصرف کننده این امتیازها رو شما عنوان بکنین، مطمئناً دیگه نمیپرسه که فرق این سیستم اون سیستم چیه، چرا اون قیمته، چرا این قیمته. نمیره روی سری مسائل فنی که نمیدونه بهش که شما آگاهش کنین کاملا قبول میکنه. حالا سیستم آبیاریمونه که وصل کردیم، شیر برقی رو الان اصلا دستی باز میکنم. الان شیر برقی باز شد، الان شروع میکنه آبیاری انجام شدن. ببینید الان شروع کرد آبیاری کردن. اینها این الان شروع کرد آبیاری. این دریپرم جاشو عوض کنیم، این شروع کرد آبیاری کردن. در اصل داره این دریپرها همه آبیاری رو انجام میده. به خصوص اون لایه پشتمون
رطوبت رو حفظ میکنه. مهم اینه که اون لایه پشت رو حفظ کنه و آبی که در نهایت از اون بالا میاد وارد این گاتر میشه و از یه گوشه‌ای حالا تو کفشورمون خارج میشه که اینجا نیاز به کفشور نداشتیم. این کلیت این قضیه. حالا بعد از این مرحله ما وارد مرحله کاشت گیاه میشیم که گیاه هم با توجه به اون آیتمایی که من براتون توضیح میدم انتخاب میکنیم نسبت به شرایط محیطیش، نسبت به گیاهایی که آبیاریشون یه دست باشه، تحملشون نسبت به شوری آب یه اندازه باشه. این شوری آب رو مد نظر داشته باشیم. مثلا گیاه آرالیا با گیاه آکوبا هر دو مقاومتشون در برابر شوری زیاد آب یکی نیست. شفلر و آرالیا مقاومت خوبی دارن، اما مثلا برگ انجیری زود خراب میشه. اینه که ما باید گیاهایی رو انتخاب بکنیم و ما اینا به شما لیستش رو میدیم که از نظر اکوسیستمیش برای رشدشون شرایطشون همسان و یکی باشه. اینجا ما 2 تا سیستم آبیاری میبینیم. یکیش که سیستم سادمون هست، برای دیوارای مثلا همین متراژ هم جواب میده، برای دیوار زیر 10 متر رو جواب میده. یه تایمر آبیاری ساده داریم که اینو میتونیم تنظیم بکنیم که روزی 20 دقیقه 30 دقیقه هر چقدر که نیاز داریم طبق اون برنامه‌ای که ما بهتون میدیم شروع کنه آبیاری کردن. و اینجا یه مخزن کود داره که حالا من این مخزنم وا میکنم. البته الان این آبشم از اینجا تخلیه میشه، حالا ایرادی نداره. که ما حالا کود سبیس داریم، هیومیک اسید داریم، هر اون چیزی که باید از طریق ریشه انتقال بدیم به گیاه میایم داخل این میریزیم کودمون رو. حالا فرض کن سبیس داریم، سبیس رو حل میکنیم با درصد مشخص تو آب و میاریم داخل اینجا میریزیم. میتونین از نزدیک هم بیاین ببینین. بعد درش رو میبندیم و آبیاری رو که تنظیم میکنیم این شروع میکنه آبیاری کردن. همزمان با آبیاری کود رو تزریق میکنه به ریشه. دومین حالت اسمارت ما هستش که تو حالت اسمارت ما یه شیربرقی داریم 24 ولت که معمولا شیربرقی‌های رین پوینت، رین یا هانتر و مارک‌های معروف بازار رو میذاریم. یک کنترلر آبیاری داریم که کنترلر هوشمند آبیاری های گرینوال هستش. پمپ تزریق کود رو داریم و مخزن کود رو داریم که ما مخزن کود رو باز میکنیم و هر آنچه که نیاز داریم، کود باشه، آمینو اسید باشه، هیومیک اسید باشه، هر آهن باشه، تنظیم کننده pH باشه، ما داخل این مخزنمون میریزیم و از طریق کنترلرمون بهش دستور میدیم که همزمان با آبیاری این بیاد به صورت اتوماتیک این وصل میشه به کنترلرمون. این شروع میکنه به صورت اتوماتیک همزمان با آبیاری به تزریق موادی که داخل مخزنه و به ما گزارش میده و ما از طریق اپلیکیشن هوشمندمون کاملا دسترسی داریم و میتونیم این موتور رو کنترل بکنیم، این پمپو، که تو چه تایمایی چند بار شروع بکنه به کوددهی کردن. چون بعضی از فصول مثلا تو زمستون ما نیاز به کوددهی نداریم، مخزن کودمون رو ما پر هستش. فرض کنین از سال گذشته، از تابستون یا از بهار و زمستون که نیاز نداریم ما کوددهی رو خاموش میکنیم. تمام اینها به فیلتر شیر یه طرفه مجهزه که به هیچ عنوان آب بر نمیگرده داخل. یه دونه ورودی آب معمولی با انشعاب آبی که ما نیاز داریم اینجا که کارفرما به همون بده با فشار 3 بار هستش که میتونه حالا کل این مجموعه که اینجا ملاحظه میکنین ابعادش 1.5 متر در 1.5 متر رو دیوار یا هر جایی میتونه نصب بشه. حالا زیر فرض کن توی یه آپارتمانی داریم منهای 6 منهای 7 تو موتورخونه شون ما یه فضای اینجوری رو لازم داریم برای دیوارهای بزرگ، بعد فضای کوچیک لازم داریم برای دیوارهای کوچیک‌تر. و این کلیت سیستم فول اسمارت ما هستش که پکیج کسایی که از ما فول اسمارت میخرن این پکیجش رو کامل بسته شده بهشون میدیم، ستاپ شده. یعنی فقط کافیه ورودی آب رو اینجا وصل کنن و خروجی آب رو بیارن بدن به دیوار سبزشون. با خیال راحت دیگه این سیستم شروع میکنه از طریق کنترلر هوشمند
به فعالیت کردن و گزارش دادن. خب ما میتونیم از طریق اپلیکیشن های گرینوال به کنترلر هوشمندمون دسترسی داشته باشیم و تمام اطلاعات دیوار سبزمون رو از لحاظ آبیاری و تغذیه هر لحظه و هر جایی که باشیم بهش دسترسی داشته باشیم و بتونیم کاملا ترکش بکنیم و متوجه بشیم که آیا آبیاری و یا تغذیه‌مون به طور درست انجام شده یا نه. علاوه بر این میتونیم تنظیمم بکنیم از راه دور. این ویژگی خیلی خیلی مهمه کنترلر هوشمند های گرینواله. فرض میکنیم که الان یکی از کنترلرامون مربوط به دیوار سبز آب سرد دماونده و ما الان تو باغمون تو دارآباد هستیم. میریم داخلش میشیم، میتونیم وضعیت آبیاری رو کلیک بکنیم، چک کنیم ببینیم که این کنترلرمون چه تایمایی رو در طول روز آبیاری میکنه، چند دفعه و کوددهیش به چه شکل هست. همینطور میتونیم آبیاری دستی انجام بدیم. 2 تا شیربرقی داره. معمولا کنترلرهای ما 2 خروجه هستن، شیربرقی 1 شیربرقی 2. هر کدومو میتونیم هر چقدر که دوست داریم تنظیم کنیم. فرض کنین 2-0-20 دقیقه یا 30 دقیقه یا 45 دقیقه یا 44 دقیقه شیربرقی 1 شیربرقی 2 و بعد دکمه روشن رو بزنیم. این اتوماتیک شیربرقیمون رو از راه دور روشن میکنه از طریق کنترلر هوشمند و شروع میکنه دیوار به آبیاری کردن. کوددهی هم به همچنین ما میتونیم از طریق برنامه‌ای که اینجا آماده کردیم تعداد دفعاتی رو که پمپمون روشن بشه و چه مدت روشن بشه رو کنترل بکنیم. فرض کنیم میگیم که 4 بار در طول روز کنترلرمون روشن بشه، پمپ کوددهی رو روشن بکنه هر بار به مدت 20 ثانیه و بعد از اینکه الان خاموشه، بعد از اینکه دکمه روشن رو بزنیم اینو انتقالش بدیم، این شروع میکنه هر بار که آبیاری انجام میشه توی اون 5 دقیقه آخرش شروع میکنه اون دستوری رو که ما دادیم اجرا میکنه. حالا فرض کنید شما 20 دقیقه آبیاری دارین میکنین، اون 15 دقیقه آبیاری انجام میشه، 5 دقیقه آخر کوددهی میشه که کودی که میدیم هدر نشه. یه قسمت دیگه ای داره به اسم تنظیم آبیاری اتوماتیک که این تنظیم آبیاری اتوماتیک برنامه سالیانه، هفتگی، برنامه روزانه و برنامه کلی دستگاه رو داره. فرض کنیم برنامه هفتگی میتونیم بگیم فرضاً شنبه، چهارشنبه، دوشنبه روشن باشه و فقط توی این روزا آبیاری انجام بشه، و یا اینکه نه به طور کلی بیایم بگیم که شیربرقی شماره 1مون مثلا 30 دقیقه بعد از اینکه ارسال میکنیم، یعنی شما هر بار که آبیاری میشه این 30 دقیقه شروع میکنه آبیاری کردن و مدت زمان آبیاری رو تنظیم کنه و بعد چه ساعتی آبیاری بشه. میایم ما تنظیم میکنیم فرض بر مثال ساعت 8:30 صبح. هر روز این 8:30 بعد از اینکه تایید رو بزنیم این ارسال میشه. هر روز رأس ساعت 8:30 به مدت 30 دقیقه آبیاری ما انجام میشه. همینطور یه ویژگی دیگه هم که داریم اینه که تنظیم مدت زمان برنامه چند زمانه است که این خیلی مهمه که میایم میگیم فرض بر مثال شیربرقی 1مون هر روز 1 2 3 4 5 میخوایم 5 بار این آبیاری بکنه. هر روز آبیاری بشه، یه بار ساعت 12 بشه، یه بار بیاد ساعت 6 بعد از ظهر بشه، یه بار مثلا ساعت 3 بعد از ظهر بشه و بعد که اینو میفرستیم این هر روز شروع میکنه سر اون تایمایی که گفتیم یه بارم تنظیم کردیم 30 دقیقه برفرض هر بار 30 دقیقه آبیاری میکنه و با توجه به اینکه کوددهیش رو هم تنظیم کردیم فرض کنین 4 بار هر بار 20 ثانیه شروع میکنه 5 دقیقه آخر آبیاریش. هر بار که آبیاری 20 دقیقه یا 30 دقیقهش انجام شد تو اون تایم 5 دقیقه آخر شروع میکنه 4 بار کوددهی 30 ثانیه انجام دادن. این کلیت این است. بعد گزارش ها رو هم ما میتونیم داشته باشیم. توی این قسمت بالا ما تمام اتفاقاتی که برای دستگاه ما اومده به صورت نوتیفیکیشن برای ما ارسال میشه. اینجا میتونیم بزنیم که این تو تاریخ 2/4 ساعت 8:21 20 دقیقه آبیاری انجام داده. بعدیش نوشته که تو چه تایمی آبیاری متوقف شده. حالا اگه هر روز برای ما نوتیفیکیشن نیاد یعنی یه مشکلی تو سیستم آبیاری شده.
چون این هر روز رأس ساعت 8:30 به ما باید نوتیفیکیشن بده که آبیاری شد. مثلا اگه 30 دقیقه آب میده 8:30 که آبیاری میده ساعت 9 یه نوتیفیکیشن میده که آبیاری تموم شد. خب حالا اگر به ما نوتیفیکیشن نده یعنی که احتمالاً اینا برق کشیدن یا آب اونجا قطع شده. اینه که ما از این طریق میتونیم اطلاع بدیم که این مشکل پیش اومده. حالا اگر که این برق مجدد وصل شه، آب مجدد وصل شه، دستگاه اتوماتیک خودش شروع میکنه آخرین باری که قرار بوده آبیاری انجام بده رو نداده، آبیاریشو انجام میده، پیغامش هم میده. همینطور ما خودمون هم میتونیم هم دستی هم کسری آبدهی اون روز رو بیایم از طریق کنترلمون از راه دور بهش آبیاری بکنیم. این کلیت این اپلیکیشن خیلی کاربردش ساده است ولی کاراییش خیلی بالاست. کاملا یوزر فرندلیه. یه نفر آدمی هم که اصلا هیچ تخصصی نداره از آبیاری هم میتونه خیلی راحت ازش استفاده بکنه. اگه به نوتیفیکیشناش توجه بکنه هر روز از وضعیت دیوار سبزش کاملا مطلع میتونه بشه.